سلام، خوش برگشتید به فرست استپ. من علیرضا صفایی هستم و امروز قراره وارد کردن فرمول سیل، همون سیلینگ یا همون سقف صحیح رو توی اکسل اما تو برنامه موبایل آفیس بهتون نشون بدم. کلمه سیلینگ رو وارد میکنیم یا همون سقف صحیح تایید میکنیم. X و Y هامون رو وارد میکنیم. اعداد مورد نظرمون رو وارد میکنیم. اعداد میتونن هر چیزی که شما میخواید باشن. اینا فقط یه سری اعداد تقریبی و حدسی هستن که من مینویسمشون تا فقط کار کردن با این برنامه رو بهتون یاد بدم. وارد وای میشیم. فرمولمون که همون مساویه سیلینگ هست رو وارد میکنیم. خود برنامه متوجه میشه که منظورمون سیلینگ هستش. نامبر میخواد ازمون که همون عددمون هست. روی عددمون کلیک میکنیم، دکمه اتوفیل رو میزنیم و پایین میکشیم. امیدوارم که لذت برده باشید. بدرود.